زن را اگر از روی زیباگیش بها دادن، مرد را از روی مالداریش بها دادن، وای به آن ملت، وای به سر آن ملت. یعنی هیچگاه یعنی زیباگی برادر عزیز یا مال اینها مهم نبودن، اینها مهم نبودن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت زنی خوشمنش خواه نه روی خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. اگر زن برادرای عزیز، زن اگر به شرط خوش اخلاق باشد، ولی امروز من توصیه میتونم برادرها دادرها را که زنی با سواد بگیرین، زنی با علم بگیرین. شما میدونین که چقدر در زندگی شما را یاردم میکنه. حتی همین زن اگر بی سواد باشد در زندگی تو بسیار عذاب میکشی، در زندگی بسیار مشکلات. یک طرف کار، یک طرف تامین زندگی، یک طرف دیگه با تربیت فرزندان. حتی زنی که نادان باشد، جاهل باشد، بی سواد باشد، حتی وای تربیت فرزند کردن نمیتواند. بر همین شیخ سعدی را بین خدا رحمت کند میگه زیباگیش نگاه نکن، همین دانش دارد، فهمیش دارد، و انتخاب کن. یعنی تمامی همون بگیم صورت بدروگیشه، همون علمش، همون فهمیشش، همون دانشش اون کمبودی را میپشانه. یا خدا رحمت کن شیخ سعدی را میگه نه منعمی به مال از کسی بهتر است. خر گرجلی اطلس بپوشد خر است. هیچگاه میگه یک نفری را دیدین که مالدار است، یک آدمی را دیدین بی مال است، شما نگین که این آدم مالدار از این آدم بی مال افضلتر و بالاتر و بهتر است. نه، با مال با زیباگی آدم بها نمیتید. برای همین گفت این عزیز خدا که اگر زنها را از روی زیباگیشان، مردها را از روی مالداریشان بالاتر و بهتر کسی دانست، وای به حال اون مردم و وای به حال آن ملت. در آیت‌های قرآنم با پیامبر نازنین منم اشاره کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه طه انا آیت 114 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب زدنی علما. ای محمد وقتی از من خواهی شد چیز پیدا شد، یعنی چیزی از من خواهی، الله میگه من بر تو فرمایشم این است که از من فقط علم بخواه. برای این پیامبر اللهم اینی اسألک علما نافعا گفت خدای برای من علم نافع نصیب بگردان. پیامبر نازنین میگه وقتی بینید که نفر دسترخوانش هیچی ندارد، وای فقیر نیست، وای کمبغل نیست، لیکن دیدین که وای علم ندارد، وای فقیر است. آدمی بی علم کمبغل میگفت پیامبر، آدمی بی علم فقیر میگفت، لیکن آدمی بی پول و بی نان و بی مثال گویم دیگر اشیای زندگی را کمبغل نمیگفت پیامبر نازنین.